هر شروع کردید بگید. بفرمایید. برای ایشون داریم پلاسماجت بینی انجام میدیم. بینیشون گوشتی هست و ترشحات سبم و چربی نسبتاً زیاد هست. پلاسما این غدد چربی رو غیر فعال میکنه و شدت چربی بینی رو کمتر میکنه و تا حد زیادی احتیاج به عمل جراحی رو به تأخیر میندازه. چون جراحی پلاستیک بینی برای افرادی که بینی گوشتی دارن به مقدار غیر قابل پیش بینی هست، گزینه مناسب برای این افراد پلاسماجت بینی هست که معمولا بعد از این درمان داروهای مخصوص، کرم‌های مخصوص تجویز میشه از آفتاب باید پرهیز کنن تا ترمیم سریعتر اتفاق بیفته. اشعه ماورای بنفش باید پرهیز کنن و اینکه استراحت کنن در منزل تا ترمیم سریعتر انجام بشه. درست. بین ایشون کاملا بی‌حس شده با کرم‌های بی‌حسی و هیچ گونه دردی حس نمی‌کنن. چون این پروسیجر کاملا دردناک هست و حتما باید با بی‌حسی به مدت 45 دقیقه قبل از درمان پوست بی‌حس بشه. قرمزی پوست کاملا طبیعیه، التهاب کنترل شده است که داروهای ترمیم کننده بعد از درمان و همینطور اسید هیالورونیک به پروسه ترمیم کمک میکنه. خب این اوکی دیگه. ممنون. پلکی شما خواستم انجام بدم، من یک کلیپ بگیرید.